بانک ملی توجیکستان فهرست افراد علاقمند به تروریسم را اصلاح کرد. رویخط نو آخر هفته گذشته در سامانه همین بانک نشر شد. این هم در حالی است که فهرست قبلی همگی یک ماه پیش از طرف دپارتمنت مانیتورینگ مالیوی بانک ملی تهیه گردیده بود. قبل از برنامه همکار ما عبدالله شروف میگفت که رویخط نو دو تقسیم شده است و حالا خودی او از مرکز خبری به ما میپیوندد. عبدالله، لطفاً به ما فهمانید تغییرات نو در فهرست چی معنی دارد؟ شهلا، طور هم گفتم رویخط بانک ملی به دو تقسیم شده است و یکی از این فهرست نام دارد رویخط افرادی که به تروریسم علاقمند هستند و فهرست دیگر رویخط افرادی که به اکستریمیسم متهم هستند. البته این نمود جنایت از هم خیلی فرق دارند و طور ما مشاهده کردیم در رویخط دوم، یعنی رویخط افرادی که با اکستریمیسم متهم هستند، حالا 122 نفر شامل هستند و به مشاهده میرسد که در این رویخط بیشتر افرادی که خود را ژورنالیست، بلاگر و یا فعالی اجتماعی و یا سیاسی میخوانند شامل شده‌اند. در مورد تقسیم بندی افراد متهم به تروریسم و اکستریمیسم در رویخط نو معلوم شد، اما در عموم شاید افرادی را از این فهرست بیرون کرده باشند. بله شهرها، فهرست کنونی بانک ملی با آن که همکنون دو تقسیم شده است از جهت شماره نسبت به فهرست قبلی فرق دارد. در فهرست قبلی که بانک ملی تهیه کرده بود 1372 نفر شهروندان تاجیکستان در مجموع شامل بودند که آنها البته از همه گونه معامله با بانک های تاجیکستان محروم شده بودند. اما فهرستی که حالا هست با آنکه دو تقسیم شده است از فهرست قبلی 16 نفر کمتر است، یعنی 16 نفر از این دو فهرست اسمشان پاک کرده شده است، ولی ما از بردن نام اسم این نفران حالا خودداری می‌ورزیم، چون که مطمئن نیستیم که باز شاید اسم این نفران در روی خط‌هایی که آشکار نشده‌اند هست و یا نه، و این به این منظور هست که این افراد دیگر جرمی ندارند و میتوانند با بانک‌های تاجیکستان آزادانه رابطه داشته باشند. باید قید کنند که هفته قبل بخش آزادی بیان سازمان امنیت و همکاری در اروپا با نوشتن یک نامه از مقامات جمهوری تاجیکستان درخواست کرده بود که اسم فعالان سیاسی، بلاگرها و برخی از ژورنالیستان را از این رویخطی به اصطلاح سیاه پاک کند.